یادم بهار امسال بود یه ویدیو گرفتم که توش قرار بود تو 24 ساعت ببینیم کی لاغرتر میشه کی توپلتر میشه. مسابقهش یادم اون موقع شما خیلی دوست داشتید. برای همین تصمیم گرفتم تو این ویدیو یه ذره سخت‌ترش کنم. اونم اینجوریه که 2 تا پسر با 2 تا دختر با هم رقابت میکنن و هیچ کدومشون هم نباید کم بذارن تا ببینیم توی 24 ساعت کی میتونه لاغرتر کی میتونه توپلتر بشه. با هم بیاد این چالشو ببینیم. ایو امروز اومدیم که ما بهتر کنیم با بکس خفن به اسم آیناز. بچه‌ها ما قراره که امروز بهتر کنیم بچه‌ها رو کیوکین نمیشناسمشون راستشو بخوام. من یه چیزی بگم الان ما داریم با لباس میریم داریم با لباس میریم مثلا بوت من خودش 3 کیلوه به خدا من راست میگم اینو حساب کن بفرمایید برم آقا منم زیاده من این کیلو نیستم 60 ممیز 55 60 و نیم من این کیلو نیستم در حقیقت من این کیلو نیستم آره واقعا بوتت 5-6 کیلو هست به خدا 63 کیلو هم من امکان نداره 66 خب آقا رسید روز ما. بیا اول تو برو یا اول من برم؟ برو. من یه بار قبلا تو این بازی بودم 94 و 400 خیلیه. چرا میخوای کم کنی؟ من ته زورمو زدم توی یه ویدیو تونستم 4 کیلو کم کنم. مثلا بشین 90. آره. خب من میخوام برم الان. یا خدا 89 که مثلا تو باربی در مقابل من 89 و 94 89 ما جمع میشه چیزمون آره دیگه وزنی مثلا... کم میکنیم باید کم بشه. نه مثلا تو 4 کیلو کم کردی منم 4 کیلو ما میشیم 8 کیلو. دخترها مثلا 2 کیلو 4 کیلو 2 کیلو مثلا میشه 4 میبریم. آره بهت میگم 4-5 من ساعت آب نخوری بهت میگم. 7 کیلو ان دارم. من صبح به صبح هم وزن خودم میرینم. بریم چرا گریه میکنی ابن چدی؟ باش گریه میکنم. ما اومدیم که اینجا برگر بخوریم با من اومدیم برگر بخوریم که ببینیم چقدر کالری داره با آیناز جون. اول از فست فود شروع می‌کنیم. ستایشون رو زد تو چت جی پی تی. چقدره؟ حالا مهم نیست هر چقدره. 645 ما اینجا داریم سفارش میدیم. 645 کالری داره. آبم بگیریم که وزنمون بره بالا. آقا ما خیلی پلن داریم برای اینکه بخوایم وزن کم کنیم. اونجایی هم که قبلا این کارو انجام دادم من میدونم که الان باید بریم مثل سگ بدویم چون فقط هوازی مهمه و من کل امیدم به ایشونه چون بنده که میدونید من پا ندارم. من پام ربات صلیبی نداره. باید بریم باشگاه دیگه. من اینکه به این بهونه ما بخوایم بریم باشگاه تمرین کنیم. کلا اوپن باشگاه. کدوم برای من؟ این برای شماست. خب گفتم بهش نزنه از اینا. فود بلاگر نشده بودیم که شد. به نظرت اونا الان چند کیلو کم کردن؟ کم کردن؟ الان که اینو میبینم حس کنم راحت تر احساس میکنم که اونا خیلی راحت تر کم میکنن تا ما. آبم نگرفتیم. آب خیلی زیاد میکنه. مثلا اینو بزنیم بعدش میریم آب میزنیم که وزنمون زیادتر شه. 2 تا کاپل تصمیم گرفتیم یه ذره پیاده روی کنیم. تا تصمیم گرفتیم چقدر رفتیم؟ بارون اومد. مجبوریم پلن رو عوض کنیم. نمیتونیم بیرون دیگه بیشتر از این راه بریم. من آره فکر کنم 1 کیلو ولی کم کردم الان. بریم جمع کردم. ما چیزی که از چت جی پی تی پرسیدیم این بود که ما کلا نباید آب بخوریم. پلنی که چیدیم با رضا نزدیک 7-8 ساعت آب نخوریم اصلا و هر موقع تشنمون شد مثلا یه چیزی مثل سالادی چیزی بخوریم از ذهنمون رو کلا درگیر کنیم. آدامس بدون قندم گرفتیم که دهنمون بجنبه. و دیگه نمیدونم دیگه به نظر من تیم ما کلا سوخت نمیده. اینو همه میدونن. این تیم سوخت نمیده. مخصوصا به کی؟ به ستایش و آیناز. معلومه که خب رضا چه خبر؟ من اومدم من میخوام موامو بزنم. یه تصمیمی که دارم روی چربی سوزی یا وزن کم کردن. با همین لباسا نمیشه مثلا اینو در بیاریم بعد وزن بگیریم. نه دیگه 1 کیلوه. نه چون من به اونا هم گفتم که همزمان با لباس وزن کنن خودشون. پس میریم سالاد میخوریم. آب کرفس نمیتونیم بخوریم. من اینو پرسیدم چون آب کرفس خودش مثلا 250 سی سی خب 250 سی سی. هر کی حرف رضا رو میگم تو کامنت. به نظر تو چند کنه؟ ببین به نظر دختران این همه ورزش میکنن میرن رو تردمیل 3 ساعت بعد بدوی که میاد 30 کالری کم کنی بعد تو خدایی تو 2 دقیقه 645 کالری. واو مثلا من وزن کم کردن راحت تره. به نظر منم نه هنوز نمیتونم گاز دومو بزنم. بابا من خوردم تموم شد. ستش واقعا خوردی؟ خودش چی بود؟ آقا ما نزدیک 1 ساعت پیاده روی کردیم بعد انقدر سرده یه دونه زمین تنیس پیدا کردیم که نه راکت داریم نه هیچی ولی خب نشون بده
بریم زمین تنیس داداش. چوسی زده فریه بچه‌ها واقعا. ولی مثلا ماها نه راکت داریم نه توپ داریم. ببین نذاشتم آب بخوره ها هنوز. خیلی تشنگی هست همه سخت‌تره. اینکه ولی تو سرما تحمل تشنگی واقعا راحته. آره. تو سرما. اگه تابستون بود که اصلا این ویدیو رو با شرکت نمی‌کردم. دقیقاً چون نگاه کن شلوار پوشیدم بعد به این نگفته بودم شلوار بیاره داره الان یخ. آخه من گفتم میدویم تحرک میکنیم ولی توی باشگاه سرپوشیده نمیتونم حرف بزنم. ببین قطع کن که بدویم چون من الان تو اپل واچم زده بودم این همه الان راه رفتیم. چقدر شد؟ 1 ساعت شد؟ 1 ساعت پیاده روی شد. فهمیدم چیکار کنیم. میریم دستشویی. ندارم. یعنی بشینی میاد. جیش دارم. برگرد بریم دستشویی. جیش نداشتم سرما زد جیشم میاد. الان هی میریم تو دستشویی الان براتون ویدیو میذارم بچه‌ها. میدونی بعد برگر چی حال میده؟ بعد برگر چی حال میده؟ خب یه چیز دیگه ولی درسته خوابم. خدایی که هر چند کالری میشه 1 کیلو. هر 100 کالری میشه 100 کالری. هر 100 کالری میشه 100 کالری. هر 1000 کالری هم میشه 1 کیلو. هر 999 کالری میشه 1 کیلو. ببخشید یعنی 2 تا برگر بعد بخورم 1 کیلو نمیصرفه. بعد یه مورد دیگه هم که من یادم رفت به رضا بگم این بود که شما واسه اینکه وزن کم کنی باید کاپشن سنگین پشمی بپوشی. من هیچی عرق نکردم مثلا. ولی من خوب عرق کردم. بریم ببینیم چی میشه دیگه. من کاپشنم بچه‌ها خیلی کلفته. اونقدر کلفته که سلام. بیا همینجا صحبت کن. ما خیلی تشنمونه. خیلی تشنمونه. این چقدر این سوپرمارکت آب داره؟ هزاران آب داره. عین منه. آره کردم حسادتی من هستم پشت این بسیا محکم تو با بسیا تو رقاب. سلام بچه‌ها، ما امروز اومدیم کافه ویونا. یه دونه آیس ماچا لاته سفارش شده. خانم اصلا ازش خوشم نمیاد ولی خودم کیک شکلاتی با آب میوه سفارش دادم که بریم که ما میشه مثلا چی میدونم که بریم ما چاق شیم و پسرا رو ببریم. مطمئنم که پسرا رو میبریم. نظر تو چیه؟ یه ماچا بخورم میارم. نه جدی نمیبریم پسرا رو؟ واقعا متنفرم از اینکه باید هم تیمی شدم. از همتون متنفرم، همینطور از تو مهراب جان. آقا ما اومدیم بولینگ. بریم دستشویی که یه ذره خالی کنیم خودمونو. دستشویی خرابه. الان میشاشم تو مجموعه شون. خیلی ببین الان 1 کیلو شاش دارم. از صورتم داره میزنه بیرون. اینجوری بهتون جیش بگم. دارم. نگاه. اینجا هم همه جیش. اومدیم یه ذره بولینگ بازی کردیم اینجا. انقدر مسابقه ای بود که دیگه یادمون رفت نتیجه‌ش هم بگیم. اومدیم یه ذره اینجا. من 3-4 بار زدم 10 تاش ریخت. تو باختی قطعا. بله. اون خانومه دیگه اینجوریه که چرا پول بولینگ دادین ولی چیز نکردین. همون لحظه پول بیدونه. این فیلم برداری رو دارید نمیدید. پول فیلم برداری بله. رو دارید. پس بهتره که ما فرار کنیم. به نظرتون چند کیلو چاق میشیم با اینا؟ نه واقعا دارم میپرسم. اصلا چرا چاق خب نمیشی. راست میگه ماشا که لاغرم میکنه. چه جواب نداد؟ نمیدونم. این بعد خوب. به نظر من ما با اینا نه تنها چاق نمیشیم بلکه لاغرم میشیم. من حواسم نبود که ماچا البته خب سیروم داره. این یه جوری از من عکس بگین که مثلا رویاهای بچگی مثلا بولینگ بوده، مثلا تیم ملی بودم حذفم کردم، مثلا پشت درهای بسته دارم به رویاهای بچگی. عجب رویاهای بچگی. تو تباهی معلق به فردا من نشستم پشت شهر بگه مرگم. فهم معلومه؟ بچه داره یخ میکنه. آرزا 500 میگیرم. 500 ویدیو قبلی گفته بودم 500 خیلی اوکی داده بودم. یک میگیرم. بره برات میری چی میشه دیگه. آی. ولی این چیز داره، خط هشدار داره، سیم جارو برقی دیدی تهش داره. یا اینجوریه که میگه تا اینجا زنده میمونی، یعنی از اینجا به بعد دیگه نمیدونیم. این آقا رضا چه کار خفنی داره انجام میده. اباحت. برای اینکه بفهمید رضا چه کار خفنی داره انجام میده کار خفن رو تو کامنت ها بنویسید. این آقای خوب داشت میدوید، اینا میآوردیم بس کم میکردم. خسته شدیم هم. چقدر کم کردیم؟ من اپل واچ هم زده بود که تا حالا 700 کالری برای من. هم با هم دویدیم تقریبا. لبام واقعا بچه‌ها نمیدونم از صورتمو پیداست یا نه، خیلی تشنمه خیلی. و اینکه تو زمستون انقدر شما تشنت باشه ببین دیگه چیه دیگه. اینو مامانم خونه درست میکنه. این چیه گرفتی؟ فیلم برداره احمق.
این قرقر کرد. یه سره بخورم؟ بخور، منم یه سر بخورم. وایسا بهت برسم، هر کی زودتر بخور. بریم. چقدر بدمزه است با سیروپ وانیل. بیا. خیلی بدمزه بود. بسم الله. میخوای تو برای منو بردار، من برای تو رو بخورم. تو برای منو بخور، من برای تو. آب میوه منو بخور، من برای تو رو بخورم. بیا یه کاری کنیم که عرق کنیم. یه کاری کنیم رقصمون بیاد. چیکار کنیم عرق کنیم؟ من یه روز پولدار سگم بشم تو این سگ سرما دیت نمیام. چرا نمیرسیم؟ هم کاپلن. همه کاپلن، فقط من رضا با همین. فقط ما اومدیم اینجا که بس کم کنیم واسه بابت یه ویدیو یوتیوب. آره اینجا همه دارن. فرق داره بابا. آره همه اومدن بچه‌ها لاس میزنن و ما هم اینجوری بالاخره یه آدم تنها پیدا کردیم اینجا ما. آینا زره عصبی میکنه. دوستم نداری؟ چرا دوست دارم؟ بریم. بابا یخه اون. اوه خوردی، این چیه؟ یخه دیگه. نه غلط کردی. نه غلط کردی. تو این چیه؟ من بردم. من بردم. مشخصه دیگه. ویدیو مشخصه. فکر کنم تا الان نزدیک 3 دور زدیم، هر 3 دور اینجا هم نزدیک 2 کیلومتره. بیا بچه این زده تو سرش دیگه. یو پلن بعدی دستشویی. من به نتیجه رسیدم. پسرها خیلی تو اینا زدن تو بچگیاشون. بچه‌ها این همینجا جیش کردن تو دستشویی. اگه این برای ماست، این برای کاگانه. خب آقا برای جای بعدی میخوایم بریم شیک بخوریم با شکلات زیاد. اینو دوست دارم. اینو منم دوست دارم. بریم. خیلی هم خوابم میاد راستشو بخوام. من اگه تو نامگذاری این بودم اولین اوایل که اسمش کرم بروکلی شد میذاشم تخم سگی. این اصلا بچه هام نیست، این اصلا بهبهی نیست. چجوری میخوری اینو نگاه کن. این سیت تو عصر یخبندان از بروکلی متنفره. بگولی اسپری گرفتیم با سالات هزار. بچه‌ها اینجا پر نوشیدنیه و من دارم از گشنگی و تشنگی میمیرم. خیلی کاهو داره. چی؟ خیلی کاهو داره. سنگین میشیم. آشنا این پنیرام دیگه یکی با ظرافت. انا رو چجوری میخوری؟ بستگی داره دیگه. انک چیو؟ ان نخور. خب بچه‌ها جون ما اومدیم دشر بخوریم با دشر و نوتلا. بعد هوا اینجا خیلی سرده. ما داریم میمیریم. مهراب احمدی ایشالا خدا بذاره تو کاست بمیری به حق امام زمان، به حق علیه السلام. سلام و عرض ادب. شما شما برای کم کردن کالری بیشتر چه چیزی استفاده میکنین؟ راه میرید. رضا بهم گفت یه راه برید. زیره اینم بپرس. شما چطور؟ آها این گوش نداره توش اصلا. چرا مرغ داره؟ مرغ میخوای؟ مرغمونو بدیم بهش. مرغمونو بدیم بهش. ولی میخوای؟ خیلی با من داره صمیمیت میکنه. یه مشکلی هست. 3 ساعت سالاد سزار گرفتیم که مرغشو بدیم به اینا. شاید باورتون نشه که ما زنگ زدیم یکی از بچه‌ها پرسیدیم. خب یوتیوبر جدید داریم بگید روش. بله بچه‌ها چنل میو رو چیز کنید، حتما سابسکرایب کنید. آفرین میو ادیشن. میو تیوب. و برای اینکه آب نخوریم هویج گرفتیم، چون هویج آب زیادی داره. خیار پیدا نکردیم. خیار داشت به صورت گنده به تعداد زیاد. نمیدادیم. اما آب نداریم ما. سالاد سزار و هویج و اینا. با اسپری زیر بغل. آره این اسپری رو گرفتم و بچه‌ها. بچه اسپری خیلی مهمه. اسپری گرفتم تو رو خدا. آقا این از میری خود باشگاه. تربیه مهمتره. میری باشگاه یارو بو زاج میده. یعنی اگه شما چاق باشید و بدبو، ببخشید لاغر باشید و بدبو بهتون پا نمیدن. چاق خوشبو باشید امکانش بیشتره بهتون پا بدن. بو خیلی ترنافتر از چاقی و لاغریه. مرسی. خب نظرت من اگه به حساب مهرابه دوست دارم خیلی بیشتر بخورم. جا داری خدایی؟ خیلی چون به حساب مهراب خیلی خوردیم. تو همون یه برگر رو نتونستی بخوری واسه من داری گنده تمومش کردم دیگه. تمومش کردم. ماو. چرا همتون چش چپتون فونت کرده؟ دستتون کثیف بوده چشتون رو مالیدین. بچه‌ها نگاه کن. سلام. بزن برادر. بزن داداش بزنش کن. تو بزنی انگار من زدم. 3 ساعت سالاد سزار گرفتیم که مرغشو بدیم به اینا. بچه بابت این کار خیرمون سابسکرایب
یه مزه چیز رستورانی نمیده؟ واقعا دارم گشنگی میمیرم. نزا بشه گوجه هم بده به شروع ببره. تو خودت ساندویچ گوجه نمیخوری؟ آقا میشه من این روشو بزنم؟ جدی بزنم؟ این کدومشه؟ یا امام حسین خوش خیلی خوشمزه است پسر. چیکار کرد؟ قاشقم برداشت کرد تو دهنش. قاشق جدید اونم کرد تو دهنش. واقعا؟ خب بذار یه قاشق خوردیش؟ مزه بهشت میده. توی بهشت روایت داریم که از اینا تو رودهای خفه شو. این من خیلی من پرکالری ترین چیزیه که منم احساس می‌کنم این از همه چیزایی که خوریم خیلی بیشتره. این تازه چی؟ اینو من میگم خیلی زیاده کالری. ولی اینو من میگم خب باشه. ولی این به هر حال میگم این زیاده، خیلی زیاده. واقعا الان که خوردم تازه فهمیدم چقدر گشنم بود. من میگم اون نمیخواد من بدی ها؟ بیا کاهو فرانسه بزن. کاهو بنفش. کاهویی که بنفش خوب داره. ای جان خداحافظ. رضا جان خیلی وقت پیش الان سالاد می‌خوریم یا کلی دویدیم واسه کردیم. کاهو نمی‌خوری می‌خوری؟ مطمئنم آخه کاهو نمیزنی. نه من همین استدارم نسبت بهش. خب ببین تو اسکلی چون اینم همون کاهوه. نگاه می‌خوای بو کنی. دیوونه ای؟ ببین یه ذره این ساسیجه میزنی. خیلی ساسیجه. ها؟ مرغا رو همه رو اون خورده. تو فکر کردی داری میبری؟ این برده بازی رو. این خواسته ما ببریم که مرغا رو خورده. مرسی مهدی. میخوام برات اسم بذارم. اسم تو میذارم ابو طیاره. هاشم میخوام بذارم اسم تو. هاشم یکی از فامیلای دور ماست، خب؟ اون هاشم به نیت عمو هاشم خودمون. خواهیم به وقت هاشم. مرغ. بیا فیله. خانه نوتلا رو من چند سال پیش بود وجود داشت. بعد الان که بعد مدت‌ها پیدا کردم احساس می‌کنم برگشتم به عشق سابق زندگی. بعد باورت میشه سر همین رفت و ول کرد رفت. یهو من میخوام برم به زندگیم برسم با تو آینده‌ای ندارم و اینا. نه اینم گوش نمیده. میفهمم حرفتو ولی خیلی فکر می‌کنم اون براش ولی- نکنه این با همون ریخته رو خود یهو ول کرد و رفت و منم دیگه موندم آس و پاس. گوشت با منه؟ دقیقا اونم باید همینجوری رفت. تموم شد اون موضوع و الان اولاق. این چی بوده؟ هویج رو کن. هویج بکن منو تو مربی باشگاه میشدیم. آره بهمون گفتن هر چیز جز آب و باید بخورین. اینم سس داره، سسشو نباید بخوریم. باز کن حالا سسش هم ببینن بچه‌ها پکیجینگو. آها اینجا یه کاسه سس داره که مهراب اگه درست بدترین کندن جهانو کرد. بچه‌ها اینجا هم سرده هم حالم بده. الان اگه گفتی چی میچسبه؟ آب. نه دیگه چای. آب. به نظر من آب میچسبه. ولی یه چیز بگم واقعا خوشمزه بود. یعنی ترکیب خیلی جالب و خفنی بود. من بازم بخورم ولی خیلی چای بخورم. ولی من واقعا سردمه و خیلی هم زیاد خوردم. مهراب احمدی خدا لعنتت کنه. لعنتت. اینجا سس داره. اون بزن. ولی چی آب نمیشه. در اصل میزنی تو این. رفیق تو رو پیدا کردم. فکر کنم باباته. خب اوه باباتو زدم تو سس. نه اگه بابا بابای سس داری نه تو اسکی نرو از من. باباتو خوردم دیگه پدر نداری. بهترین تویی. دنیا مته. نیا اینجا وظیفت اینه بخوابی پاشی زندگی کنی. حالا من چی؟ کرایه خونه، کرایه بیرون، تعمیرات ماشین. وای بهت گفته بودم گیربکسش به داستان خورده. تلق صدا میده. من همینجوری حاجی گیربکس گفتی یه جوری شد. آشنا نداری؟ مثلا اینم رو گیربکس یه ذره. تو هم مشکل گیربکس داری پس. فکر می‌کنم. من میفهمم چی میگه. تو به بچه‌ها توضیح بدم. فروخ بابات ماشینا رو سر ارث و همین که میفهمی اون چی میگه بچه‌ها ازش توضیح نمیخوان. ولی من سوال که اونا دارن چیکار میکنن الان. اون هم میخورن ولی حتی مثلا گوش دارن میخورن. دیگه اومدیم برای تیر آخر چای. آره دیگه چایو آره دیگه قوی بزنیم. اشکال نداره وزنمون زیاد چه تا پسرا رو تا پسرا رو ببریم و من مطمئنم که میبریم. بچه‌ها الان کلی مسیر طی کردیم اومدیم باشگاه انقلاب. اینجا هم بارون گرفت دیگه. واقعا از یه جای بعد دیگه وقت مهم نیه، زندگی مهمه. عاشق خودم هم تو این زاویه شبیه خر میمونم. خیلی احساس
سخت. خیلی سخت بود واقعا، یعنی واقعا اصلا یکی از فکر سخت‌ترین نکردم. چیزای دنیا وزن اضافه اگر که کردنه. پسرا ببرم خیلی ناراحت. بعد مهم نیست که شما چی میخورید، باید اون چیزی که میخورید سنگین باشه. میدونی چی میگم؟ مهم نیست که چیه، سنگین باشه تا اینکه وزنتون زیاد شه و خیلی سخته. اصلا من وزن کم کردنم همینقدر سخته. آب نباید بخورن دیگه، کجاش سخته؟ نه سخت‌تره. نمیدونم. من میتونم شما بگید. نخورم. سخت از نیست. اول بگیریم که من هیچی نخورم، تو راحت‌تر نی. خفه شو. الانم این آخرین چالشمونه که اینو بخوریم و بریم خودمون رو وزن کنیم که ببینیم چی میشه. میبریم به نظره؟ ببین واقعا اگه وزنم زیاد نشده باشه با این همه، من میگم زیاد شده. من قشنگ حالم بده. من که قشنگ من واقعا نیاز حالم بده. مهراب خدا لعنتت کنه. حالم بده. مهراب احمدی ایشالا خدا بذاره تو کاست بمیری به حق امام زمان. آقا همونطور که میبینید قیافه ما کاملا پاچیده و میرسیم به موضوعی که باید وزن کنیم خودمون رو و فقط عاشق این لوله گازه. فقط الان ادیتوره که میدونه، ما هنوز خودمونم اینو وزن نکردیم، فقط الان ادیتور میدونه کی برنده شده، تو ادیت بهتون نشون میده. الان نعنایی خوردم بتونم دووم بیارم. واقعا حالم بده. جدی حالم بده. این مزه ماچای خب الان برم یهو میگه 100 گرم کلا اضافه کردی. وای 2 کیلو ما 2 کیلو اضافه کردم، فیکس 2 کیلو اضافه کردم. با یه ذره آب بخور. نمیتونم دیگه آب میخوره. ما برای اینکه صحت و سقم ماجرا اوکی بشه دوباره کتونی و پامون میکنیم که نگی جرزت. همین تنم بود دیگه. بچه‌ها اینم بدونید که ما هنوز آب نخوردیم. وای بودو فقط بگید که ما چند بودی؟ 89 89 نباشم دوباره. خیلی دستشویی کردم به پاس همه دستشویی که کرد. 87 تا 700 87 تا 700 واقعا کم کردم. چقدر؟ 2 کیلو خورده ای. نه دیگه کمتر. 1 کیلو خورده ای. 1 کیلو 300 گرم. 1 کیلو 300 بیا. برو چند؟ 2 کیلو خورده ای. آره 66 زده بود. 66 وای. آقا ما بردیم یه آبم پسرا بخوریم همه. روتون رو کم کردین، حالا ببینم میخواین بودو چیکار ببینم چجوری کنین. می‌خواین وزن کنین. تمامین. اینو بگیریم وزن داره. این دستت بوده خب. مهم نیست. و 350 تو چند بودی؟ یادم نمیاد. یادت شدی؟ واجی پشمام داره میریزه. بزنه اینجا دیگه. حالا شاید اونم نخورده باشن. نمیدونم. 93 این همه وزن کم کردیم و من این همه آب نخوردم. 90 چقدر بودم؟ به دادم برس که داغونه قلب. بچه‌ها من نمیدونم، ادیتور براتون میذاره. واقعا من نمیدونم. اون ورا نمیدونم، این ورا الان نمیدونم. به خاطر یه اینکه حسی بهم میگه باختیم. ادیتور معلوم میکنه بچه‌ها دیگه. اگه ما بردیم که چه بهتر. ولی اگه باختیم ادیتور در بیار کن. ممنونم از همین. درار اوکیش بکن داداشمی. مرسی خدا.